تست خازن برای تست خازن میاییم دو سر کابل پراپ مولتیمتر رو همون جوری که مشاهده میکنید وصل میکنیم به دو سر پایه خازن. کابل قرمز رو سمت چپ میزنیم، کابل مشکی رو سمت راست پایه. فرقی هم نداره شما جای این دوتا رو جابجا بزنید، فرق نداره. مهم اینه که شما دوتا کابل رو همزمان به یکی از پایه ها وصل بکنید. حالا قرمز راست باشه یا مشکی راست باشه هیچ موردی نداره. اینجا رو دستگاه الان داره 60 تا به ما نشون میده. این خازنی که من الان دارم تست میزنم این خازن 60 میکروفاراده. رو خود بدنه خازن 60 زده، اینجا 60 تا نشون داره برای ما میده. این خازن سالمه. خازن سالم همیشه عدد واقعی رو روی دستگاه برای ما نشون میده، عددی که رو خود خازن هست. و اگر غیر از این عددی دیگه رو به ما نشون بده، مثلا 40 یا مثلا 30 یا مثلا بالاتر از این عدد 65 70 نشون بده، اینجا نتیجه میگیریم که این خازن معیوب شده و باید تعویض گردد و در غیر این صورت خسارت سنگینی رو به کمپرسور شما در اثر اضافه بار وارد میکنه.